ثبات شخصی. رمضان پیش از هر چیزی تمرین اراده است. سپری کردن خوب ماه مبارک رمضان یعنی برقراری نظم جدید، تنظیم خواب، سحرخیزی و مدیریت انرژی در طول روز. ماه رمضان به ما یاد میده که ما رئیس بدن خود هستیم، نه برده عادتها. نکته دوم، تغذیه روح در کنار روزه جسم. روزه فقط منع شدن از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه باید روزه ذهن را تمرین بکنیم. یعنی اینکه زبانمان، فکرمان، ذهنمان از نقدهای تند، از قضاوتهای بیجا، از تهمت، از دروغ، از این موارد ذهنمان را پاک بگردانیم. بجای از این موارد روزمان را با قرائت قرآن، با ذکر و یاد الله، با مطالعه سپری بکنیم تا که روح و روانمان تازه شود. نکته سوم، پیوند با جامعه و خانواده. ماه مبارک رمضان ماه یکجا شدن است. ماهی است که ما شویم. ماهی است که بین ما و دوستا و اقارب صمیمیت ایجاد شود. به جای سفره‌های مجلل و تشریفاتی، سفره‌های خود ساده پهن بکنیم تا که دوستانمان، اقاربمان، عزیزانمان در جمع ما حضور پیدا بکنن و صمیمیتمان زیاد شود و یک بخشی از تمرکزمان روی افرادی باشه که سفره‌هاشان نسبت به سفره ما و شما خالی تر است. نکته چهارم، سحرها و لحظات خلوت. در ماه مبارک رمضان سکوت سحرگاه و آرامش نزدیک به افطار یکی از طلایی ترین اوقات در ماه مبارک رمضان است. چطور از این اوقات طلایی استفاده خوب بکنیم؟ به جای غرق شدن در مجازی، به جای از اینکه اوقات خود بیهوده سپری بکنیم، به جای قصه های بیهوده، له و لعب، دقایقی را به نیایش و خودشناسی اختصاص بدیم و از خود بپرسیم که در این ماه مبارک رمضان کدام عادت بد خود رها بکنیم. خلاصه این که ماه مبارک رمضان ماه مسابقه برای ختم قرآن کریم یا تحمل گرسنگی نیست، بلکه مسیری است که در پایان ماه مبارک رمضان یک انسان مهربانتر، یک انسان دلسوزتر و آگاهتری شده باشید. الله متعال به همه ما و شما توفیق عمل کردن نصیب بکنه. و السلام.